پروفسور بودن کار را حل نمیکنه. که نامت باشه پروفسور، نامت باشه دکتر، نامت باشه ماستر، نامت باشه این کار را حل نمیکنه. کار چی زمانی حل میکنه که تو خودت به عنوان یک فرد مسلمان در یک راهکار تربیتی سالم همه مفاهیم دینی را درک کرده باشی و در رفتارهای ظاهری عملی شود. اینی تغییر میاره و این راهکار نبوی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه اقدام به تغییر وضعیت عمومی جامعه بکنه اول افراد را تربیت کرد. چرا؟ به خاطر از اینکه این رفتار افراد جامعه هست که وضعیت عمومی اجتماع را تنظیم میکنه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای افراد سالم تربیت شده نمی بود، میتونست برنامه خود را پیش ببره؟ او مردمی که حتی در زمان پیامبر زندگی کرده بودند و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده بودند و از زبان پیامبر صحبت شنیده بودند، اما در یک روال تربیتی دوامدار دین را نفهمیده بودند، به مجرد وفات پیامبر مرتد شدند. پس وقتی در صدر این امت این حالت وجود داشته باشد، ما شما که قرنها بعد از اونها زندگی میکنیم، این توقعی که ما با اینمی وضعیت‌های بسیار شکننده و ضعیف خود از لحاظ تربیتی میتونیم تغییر بیاریم، این توقعی خطایی هست. گاهی وقتا ما شما عادت داریم نه همین کلانا رو همیشه ملامت میکنیم. حالت نفس انسان به همین رقم هست. وقتی انسان مثلا از لحاظ دینی سالم تربیت نشده باشه، وقتی در جای میرسه که میتونه به قدرت را بگیره و از قدرت به نفع خود استفاده بکنه، اگر تربیت نشده بود نمیتونه در اینجا نفس خود را کنترل بکنه. ما شما موارد دیگران را ملامت میکنیم، خب مثلا فلانی ثابت کرد. هر کدام از شما اگر بدون تربیت در موقعیت اونا قرار بگیریم، به مراتب از اونها که خطرناکتر عمل میکنیم. چرا؟ به خاطری که هر انسانی نفس داره و هر نفسی خلاص به طرف بدی شما را میکشونه و شیطان در وجود هر انسانی داخل داره. دقت کردین؟ اینا چی زمانی میتونین بفهمین؟ اینا زمانی میتونین بفهمین که مثلا ما شما در اینجا هستیم میام کلانا رو خوب ملامت میکنیم. زمانی در یک موقعیت کمتر از موقعیت از او قرار بگیریم، از او کار بدتر عمل میکنیم. یک نمونه دو نمونه نیست، ما هزاران نمونه از این داریم. مثلا چه رقم یک نفر را ما توقع داریم در حد وزارت برسه، خب از قدرتی که در وزارت داره به نفع شخصی خودش استفاده نکنه، اما زمانی که خود ما در حد یک ماموریت میرسیم می کارا میکنیم. اما طرف یا نیست. خب این مشکل ده چیست؟ مشکل ده ایست که ما از او ضعیفتریم دیگه. راه حلش ده چیست؟ راه حلش ده ایست که ما سالم تربیت شویم. راه حلش میست که ما باید سالم تربیت شویم. یعنی امور رقمی که در هفته قبلی در درس قبلی در ابتدای شروع درس تزکیه برای شما گفتیم که ما مفاهیم شناخت احکام قرآنی را با رفتارهای خود یک جا خلط بکنیم. آنچه را که از دین الله میدانیم مخلصانه به او پابند باشیم. دقت کردین؟ هر آنچه را که از احکام الله میدانیم ما به گونه تربیت شده باشیم که بلا فاصله بعد از شناخت یک حکم شرعی مخلصانه او را در زندگی عملی خود اجرا بکنیم. اگر ما به این مرحله از تربیت نرسیدیم موفق نمیشیم، وضعیت امت هم تغییر نمیکنه. الله وعده خود را نمیشکنه. من وقتی گفته که من حالت انسانها را تغییر نمیتم تا حالت تغییر نتم، پس ما تا زمانی که خود ما تغییر نکنیم توقع تغییر از دیگران را نداشته باشیم. بسیار گپ مهم است و به همین خاطر غالبا شیطان به خاطر از این که انسانها را اغوا کرده باشه در تغییر نفسهای ما غالبا ما را از خود ما غافل میکنه، به نسبت دیگران ما را مشغول میکنه.